من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. سروران گرامی و حضار ارزشمند، از سخنان جناب مولانا عبدالله حفظه الله که در رابطه با سیرت طیبه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست استفاده کردیم. الله عز و جل همه ما را توفیق اتباع صحیح و پیروی کامل از سیرت پاک و از سنت‌های نبوی علی صاحبها الفتحیه عنایت بفرماید. همونطوری که فرمودن ماه ربیع الاول هست و معمولا در ماه ربیع الاول به مناسبت ولادت سید اولاد آدم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در بیشتر محافل اسلامی و دینی ذکر و یاد سیرت پاک و سیرت طیبه آن حضرت صلی الله علیه و سلم است. اما هدف از این ذکر فقط تعریف و مدح سرایی نیست، گرچه تعریف رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خودش عبادتی هست، اما هدف اصلی و اساسی عزیزان اینه، همونطور که فرمودن که ما آن حضرت صلی الله علیه و سلم را در تمام شؤون زندگی و در تمام ابعاد زندگی الگوی خودمون قرار بدهیم. این مناسبت ها که در این مناسبت ها این مسائل بیان میشه، خود برادر بالخصوص از نظر ما و از دیدگاه فقه ما، چون که ما معتقد به جشن و به پایکوبی و روز ولادت و میلاد نیستیم و همچنین در فقه ما سالگرد و تاریخ وفات و به عزا نشستن نیست. در زندگی صحابه هم این نبود. جالبه که رسول الله صلی الله علیه وسلم با اون مقام شامخی که دارد درباره ولادت آن حضرت صلی الله علیه وسلم اختلاف است میان مسلمانان و حتی در رابطه با وفات ایشون که در گذشت رسول الله بزرگترین حادثه تاریخ است، اما چون که تاریخ ها از نظر مسلمانان صدر اهمیتی نداشت، هیچ کس تاریخ را درست نمیداند. اختلاف هست نه تنها بین مسلمانان
شیعه و سنی بین خود اهل سنت در رابطه با ولادت اختلاف هست. بعضی معتقدند 9 ربیع الاول هست، بعضی معتقدند 12 ربیع الاول هست، بعضی معتقدند که 17 ربیع الاول هست. در رابطه با وفات رسول الله بسیاری از اهل سنت معتقدند که 12 ربیع الاول هست. بعضی ها تاریخ های دیگری از ربیع الاول و بعضی از عزیزان 28 صفر را معتقدند، در حالی که اون روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این دنیا رخت بربستند و به ملاقات الله رفتند، چه حادثه‌ای و چه اتفاقی برای مسلمانان بزرگتر از اون حادثه بود. اما نگاه به این که این تاریخ ها اهمیتی نداشتن، تاریخ ها را حفظ نکردن، در حالی که بقیه حرکات رسول الله، سکنات رسول الله در فلان جا چه ذکری خواندند، چه دعایی خواندند، در فلان جا نماز خواندند، در فلان جا فلان حرکت را انجام دادند، اینها را کلمه به کلمه صحابه یاد کردند و احادیث مملوف هست از این مسائل. ولی حتی دعایی که خواندند، کوچکترین حرکتی که آن حضرت کردند، تبسمی که جایی خندیدند، خندش را هم ثبت کردند و فلان جمله را رسول الله فرمودند و خندیدند. در بسیاری از احادیث وقتی که احادیث را میخوانیم میبینیم صحابی روایت میکند و میخندد، بعد میپرسد چرا شما از من نمیپرسید که چرا خندیدم؟ چون که رسول الله وقتی این را فرمودند همینجا خندیدند. یعنی تا این اندازه اصحاب رسول الله و یاران آن حضرت حرکات و سکنات را ثبت و ضبط کردند، چون همه حرکات و سکنات آن حضرت دین هستند. اما این مسائل و این تاریخ ها زیاد ثبت نشدند. علی ای حال در این ماه این اتفاق نظر است که در ماه ربیع الاول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند و دیده به جهان گشودند. در این ماه سیرت رسول الله و از حیات طیبه آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که گفته میشه، هدف این عزیزان که ما زندگی خودمون را بیشتر تطبیق بدهیم، ما سنت های آن حضرت را در حیات خودمان احیا بکنیم که سربلندی دنیا و آخرت ما در همینه. اصلا در دنیا هرچی که خیر امروز وجود دارد، صفات خوب، اخلاق خوب، محاسنی که وجود دارد، اینها همه میراث انبیاء علیهم السلام هستند. همه انبیاء علیهم السلام با صفات والا مقامی الله عزوجل فرستاد. حضرت نوح علیه السلام عشق و علاقه خاصی به تبلیغ و استغراق در تبلیغ داشت. حضرت ابراهیم علیه السلام غرق در توحید بود. حضرت اسماعیل علیه السلام ایثار و از خودگذشتگی که داشت. حضرت یعقوب علیه السلام تسلیم و رضایی که در مقابل الله داشت. یوسف علیه السلام عفت و پاکی که داشت. داود علیه السلام ذکر و دعا و عبادتی که داشت، همه را قرآن بیان می فرماید. سلیمان سروری و سلطنتی که داشت عادلانه. همه انبیاء علیهم السلام صفاتی داشتند که امروز اگر در دنیا خیری وجود دارد بر اثر اون صفات خوب هست. اما در آخر زمان نیاز بود پیغمبری بیاید و چنان رسولی مبعوث بشه که اگر خودش مثل بقیه انبیاء علیهم السلام از این دنیا برود، چون که دنیا فانی هست و انبیاء هم در دنیا نماندند. انک میت و انهم میتون کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. لذا پیغمبری باشد که اگر ایشون برود چنان سیرت طیبه پشت سرش خودش بگذارد، چنان صفات والایی که تا قیامت انسانهایی که به اون سیرت چنگ بزنند و به اون سنت ها عامل باشند و پیرو باشند، راه موفقیتشون در اون باشد. لذا
آن حضرت صلی الله علیه وسلم ابتداءً در حیات طیبه خودشون وقتی که تشریف آوردند انسانهای مختلفی، صحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم از محضر آن حضرت استفاده کردند و هر یکی بر اساس صلاحیت خودش الله عزوجل هر یکی را الگو قرار داد. در همین درسگاه رسول الله بود و در مجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و در مسجد النبی بود که خلفای عادلی و فرمان روایان به حقی مثل حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین و علی مرتضی اینها تربیت یافتند و آموزش دیدند. انسانهای صاحب تدبیر و انسانهای صاحب رأی مثل حضرت سعد بن معاذ، سعید بن جبیر و صحابه دیگر، عبدالرحمن بن عوف، اینها همه آموزش دیدگان همین حیات طیبه هستند. عزیزان محترم، انسانهای درویش صفت، عابد، زاهد مثل ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه که به مسیح این امت لقب یافت و فقهای مفسران قرآنی مثل علی مرتضی، عایشه ام المؤمنین، عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، معاذ بن جبل، اینها همه به هر حال هر یکی را الله عزوجل نمونه‌ای و الگویی برای انسانیت قرار داد. اینها تمام از حیات طیبه رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده کردند و بهترین ستارگان روی زمین شدند که در بسیاری از روایات صحابه به ستاره تشبیه داده شد. اما عزیزان، این برای صحابه بود حیات طیبه رسول الله. اما امروز که ما هستیم و زمان حیات رسول الله نیست، برای ما سیرت رسول الله هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما در هر میدان الگو هستند، همونطوری که فرمودند. من در وقت مختصر معمولات رسول الله را هم به این نیت که ما بر معمولات آن حضرت عامل باشیم. اما چه کنیم که وقت کم است و شاید تمام ماه ربیع الاول در این رابطه خطبا صحبت بکنند، باز هم کم است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چه معمولاتی داشتند. ما اون معمولات آن حضرت صلی الله علیه و سلم را الگو قرار بدیم. اولا زندگی رسول الله را به عنوان یک انسان عادی شما نگاه بکنید. قبل از نبوت، قبل از پیغمبری، آن حضرت صلی الله علیه و سلم تا 40 سال که زمان پیغمبریش بود، با همه زمان طفولیت بود، زمان بچگی بود، نوجوانی بود، جوانی بود، در میان اهل مکه بودند، از جای دیگری نیامده بودند. اما زمانی که به پیغمبری رسیدند و دعوای نبوت کردند، با وجود اینکه اهل مکه همه مخالف بودند، قریشی ها مخالف بودند، اما هیچ نقطه ضعفی نتوانستند از زندگی رسول الله ارائه بدند. قرآن هم اشاره می کند فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. من یک عمری در میان شما زندگی کردم، سالهای طولانیشم در میان شما زندگی کردم. آیا اشکالی در زندگی من هست؟ آیا نقطه ضعفی دارید؟ آیا یک جا خلافی سراغ دارید؟ آیا یک جا خیانتی سراغ دارید؟ تمام حیات طیبه رسول الله قبل از نبوت، قبل از بعثت، هیچ جای مخالفان نمیتوانند که انگشت انتقاد را بگذارند. دلیلش چیه؟ چون که آن حضرت صلی الله علیه و سلم را الله عزوجل پاک و معصوم آفرید. لذا آن حضرت نه به عنوان پیغمبر بلکه به عنوان انسان عادی قبل از پیغمبری هم الگو هستند، در دیانت، در امانت، در صداقت، در عفت و پاکی، در حسن اخلاق، در همه چیز. و بعد از این مرحله تجارت، به عنوان یک تجار عزیز ما توجه بکنند. رسول الله در هر میدانی الگو هستند، به عنوان یک تاجر، به عنوان یک شوهر که چند همسر دارد،
به عنوان یک پدر که فرزندانی دارد، به عنوان یک حاکم که رعیتی دارد، به عنوان معلم که دانش آموزانی دارد، به عنوان امام که مقتدیان و امتی دارد. از هر نظر نگاه میکنیم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم واقعا الگو هستند. اما به عنوان یک تاجر وقتی نگاه میکنیم، در اون زمان میدونید که مکه مکرمه وادی لم یزرع بود، چیزی نبود از نظر کشاورزی و دامداری. مردم کارشون تجارت بود، رحلت الشتاء و الصیف، سفرهای تابستانی و زمستانی برای تجارت به سوی یمن و شام صورت میگرفت. و اون زمان مردمی که سرمایه‌ای داشتند، سرمایه خودشون را تلاش میکردند انسانی را و فردی را که امانت داشته باشد، امانت دار باشد، صداقت داشته باشد. این نوع انسانها در اون زمانی که دین هم نبود کم بود. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از زمان شبانی و چوپانی، وقتی که با عمویش ابو طالب در سفرهای شام و سفرهای تجاری رفت و کسانی که با آن حضرت صلی الله علیه وسلم تجارت کرده بودند، اونها میدیدند که این انسان با بقیه انسانها تفاوت دارد. این زمانی است که هنوز مبعوث نشده. حضرت صائب رضی الله تعالی عنه یکی از صحابه هست، وقتی که آمد ایمان آورد، بقیه صحابه نمیدانستند سابقه صائب را. صائب وقتی که آمد ایمان آورد، صحابه برایش تعریف کردن بعد از ایمان صفات رسول الله را. گفت برای من تعریف نکنید، من از شما بهتر میشناسم ایشون را. من ایشون را زمانی دیدم که اون زمان شما نبودید، در سفرهای تجاری که با هم بودیم. هیچ کسی از ایشون صادقتر نبود، هیچ کسی از ایشون امینتر نبود. ایشون چنان معاملاتشون پاک و صاف بود که یک روزی با کسی نزاع نکرد و درگیر نشد. اینجا بود که خدیجه طاهره رضی الله تعالی عنها، خدیجه بیوزنی که یکی از سرمایه‌دارترین افراد مکه مکرمه بود، دنبال انسانی میگشت که صداقت داشته باشد. وقتی که شنید صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم را، بیشون پیشنهاد داد که اون اندازه که بقیه به شما میدهند از نظر اجر و مزد، من 2 برابر به شما میدهم. چیز اضافی هم پیشنهاد میکند، 2 برابرش را به شما میدهم و از شما میخواهم که اموال من را در اختیار بگیرید و برای من تجارت بکنید. آن حضرت صلی الله علیه وسلم میپذیرد. و وقتی که خدیجه از نزدیک به عنوان شریک تجاری ایشون را میبیند، این انسان فرشته صفت، انسانی که همیشه صداقت و امانت میبارد از ایشون، خدیجه خودش پیشنهاد میکند. خدیجه که متمول است، 2 شوهر قبلا داشته بود و چندین نفر از اشراف مکه، از بزرگان مکه پیغام نکاح به خدیجه داده بودن، خدیجه قبول نکرده بود. اما اینجا خدیجه خودش پیشنهاد میده که من آماده ام با شما ازدواج بکنم. خدیجه که 40 سال دارد و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جوانی است، 25 ساله. رسول الله پیشنهاد را میپذیرد و بعد از اینکه پیشنهاد را میپذیرد، به عنوان قبلا به عنوانش تاجر و اکنون بررسی میکنیم به عنوان شوهر. به هر حال شما هم همسر دارید، ولی ببینید همسر و زندگی زناشویی برای چه هدفی هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه هدفی دارند و آن حضرت چگونه معامله میکند با خدیجه؟ جوانی 25 ساله هست و خدیجه 40 سال دارد که نسبتاً سنش بالا هست، ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از ازدواج 25 سال با خدیجه به تنهایی زندگی میکند. یعنی زمانی که سن رسول الله به 50 سالگی میرسد و خدیجه به 65 سالگی میرسد، خدیجه طاهره، تا زمانی که خدیجه در عقدش هست، آن حضرت صلی الله علیه وسلم همسر دیگر ازدواج نمی کند و از خدیجه 6 فرزند دارد. حضرت عبدالله و قاسم
در رابطه با یک فرزند دیگر اختلاف هست. طیب و 4 دختر، زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه، هر 6 تا از خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها هستند. و چنان رسول الله با خدیجه زندگی می کند و چنان نسبت به خدیجه محبت دارد و دل دارد که عرض کردم با وجود این تفاوت سنی دیگه ازدواج نکردند و بعد از وفات خدیجه کبرا همیش خدیجه را یاد می کرد، همیش از خدیجه تعریف می کرد. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید اونقدر که رسول الله ذکر خیر خدیجه می کرد و از خدیجه به خوبی یاد می کرد، من که بقیه عرض کنم که هووهای من بودند بر هیچ کسی اینقدر غبطه نمی کردم که بر خدیجه غبطه می کردم که خدیجه چه صفاتی داشته، خدیجه چه زنی بوده. آن حضرت همیشه به نیکی ازش یاد می کرد و گاهی اگر در خانه گوشتی بود دستور میدادند که آبش را بیشتر بکنند و به اون همنشینان و کسان زنهایی که با خدیجه همراه بودند برای اونها میفرستادند تا به این صورت یادی از خدیجه بکنند. روزی حضرت حاله رضی الله عنها خواهر خدیجه به خانه رسول الله آمد و معمول بود، سنت هم همینه، کسی که به خانه کسی میره قبلا در میزنه و صدایش را بلند میکنه و اجازه میگیره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که صدای خواهر خدیجه را شنید از جایش پرید و گفت خواهر خدیجه هست، آمده و از ایشون استقبال کرد. لذا به عنوان یک شوهر میبینیم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما بهترین الگو هست. و بعد از خدیجه کبرا رضی الله عنها، خدیجه طاهره، آن حضرت صلی الله علیه وسلم 10 تا همسر داشتند، 10 همسر اختیار کردند و از این 10 همسر فقط ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها دختر بودند، بقیه تمام زنهای بیوه و تمام کسانی که سنشون سنهای بالایی داشتند. اما هدف رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از نکاح چیزی دیگه بود که اینجا مجالش نیست. اما عزیزان این را خدمت شما عرض کنم که این انسانی که همه این زنها را داشت به عنوان یک شوهر، دارم الگویی برای همه من تعریف میکنم، تفاوتی بین اینها نبود، هیچ فرقی، نه از نظر بیتوتت و شب ماندن و نه از نظر مخارج و هزینه. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می فرماید که ما لبثنا ما لنا الا ثوب واحد ما كانت لاحدانا الا ثوب واحد، یعنی همه ما لباسمون هم رنگ بود، مثل هم بود، تفاوتی نبود. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چنان رعایت میکرد حتی مسائلی که بر رسول الله نبود. در سفر وقتی که میرفتن لازم نبود که حتما به نوبه ببرن زنها را، اما میفرمایند اذا اراد سفرا فاقرع بین نسائه، وقتی که به سفر میرفتند بین زنها قرعه کشی میکردند و زنها هم احساس نمیکردند که کدوم یک از ما بهتره. حضرت صفیه رضی الله عنها زنی بود و همسری بود که اصلش یهودی، پدرانش یهودی بودند و در یکی از جنگ ها به اسارت در آمد و رسول الله صلی الله علیه و آله بعداً باش عقد کرد. روزی آمد دید رسول الله صلی الله علیه و دید که صفیه داره گریه میکنه. آن حضرت پرسید چرا گریه میکنی؟ گفت که عایشه و زینب این دو بر من افتخار میکنه، میگه ما افضل تریم، بهتریم، چون که هم نسبت فامیلی با آن حضرت صلی الله علیه و سلم داریم، ما دختر عمه‌های رسول الله هستیم، از قریش هستیم و هم به هر حال مسلمان زاده هستیم و وجوهات ترجیح و فضیلت بیشتری بیان کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود تو چرا نگفتی که من پدرم پیغمبر هارونه، چون که حضرت صفیه از نسل هارون بود، چرا نگفتی که پدرم هم پیغمبر هارونه، عمویم هم موسی پیغمبر هست، شوهرم هم پیغمبر محمد رسول الله است، تو که فضایلت بیشتره.
به این صورت حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها را دلداری دادند و اصلا تفاوتی بین زنها نبود و با وجود این همه رعایتی که میکردند به درگاه الله عزوجل چه دعایی میکردند؟ میگفت اللهم هذا قسمی فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. با اله این سهم من هست در آن چیزی که توان دارم، آنچه که در اختیار من هست من تلاشم را میکنم، اما آنچه که در اختیار من نیست مرا مؤاخذه نکن و مورد ملامت قرار نده. چنان بود این انسان به عنوان یک شوهر، به عنوان یک الگو که تفاوتی بین همسران نبود، تفاوتی بین زنهایش نبود و در خانه تمام کارها را وقتی که به خانه می آمد گویی که اون انسانی که به عنوان پیغمبر خداست اون انسان نیست. در خانه یک انسان عادی بود. یخیط ثوبه و یعمل فی بیته کما یعمل احدکم فی بیته. ام المؤمنین می فرماید یخیط ثوبه، خودش لباسش را می دوخت، در خانه همون کارهایی را می کرد که شما در خانه هایتون انجام میدید. یحلب شاته و یخدم نفسه، خودش گوسفند خودش را میدوشید، شیرش را و خدمت خودش را، نیازات خودش را حتی الامکان خودش انجام میداد در کارهای خانه با همسرانش. و فرمود، به ما توصیه فرمود خیارکم خیارکم لنسائه، بهترین شما کسانی هستید که نسبت به همسرانتون بهتر باشید. لذا این اسوه و این الگو و این نمونه به عنوان شوهر، به عنوان پدر، آن حضرت صلی الله علیه وسلم چه پدری بود، فرزندان زیادی داشت. حضرت زینب بزرگترین دخترش بود. زینب وقتی که میخواست هجرت بکند، چون شوهرش ابوالعاص هنوز ایمان نیاورده بود و زینب را به تنهایی به مدینه طیبه فرستاد و بعدا وقتی که رسول الله می آمد دخترکی داشت به نام امامه که بیشتر اون زمان حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هنوز کوچک بود و حسن و حسینی به دنیا نیامده بود. حضرت امامه رضی الله عنها همیشه بر دوش رسول الله بود. صحابی میگه یک بار برای نماز آمد، به دوش رسول الله بود. وقتی که به سجده میرفت آن حضرت ایشون را از دوشش بر می داشت. و روزی مقداری وسایل آمد و در میان اینها یک گردنبندی بود. گفت که این را به بهترین فرد از اهلم میدهم. بعضی فکر کردند که مرادش عایشه رضی الله عنها است. اون را به امامه داد. و دو تا دختر دیگری آن حضرت رقیه و ام کلثوم، وقتی که عثمان رضی الله تعالی عنه میخواست هجرت بکند، رقیه در عقدش بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم خیلی نگران ایشون و وقتی که کسی آمد از حبشه، چون اولین هجرت به حبشه و اتیوپی امروز انجام گرفت، کسی از حبشه آمد و خبر خوش اونها را داد، آن حضرت بسیار خرسند شد و فرمود اولین زوجی هستند بعد از ابراهیم و لوط علیه السلام که با هم هجرت کردند در راه خدا. و وقتی که حضرت رقیه مریض بود، وقت جنگ بدر بود، به عثمان رضی الله تعالی عنه اجازه نداد. گفت مریضی داری اینجا، تیمارداریش بکن، تو به جنگ با ما همراهی نکن. عثمان به خاطر دختر رسول الله ماند و بعد از رقیه ام کلثوم که اینها همه به هر حال جریاناتشون طولانی هست و آخر وقت است. و بعد از اون حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها، محبوب ترین دختر آن حضرت صلی الله علیه وسلم که همیشه سر میزد فاطمه را و وقتی که به خانه فاطمه میرفت میگفت که دو تا ریحانه من حسن و حسین را بیار و اونها را می آورد و به بغل می گرفت و می بوسید آن حضرت صلی الله علیه وسلم. اما یک نکته را عزیزان خاطر نشان بکنم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با وجودی که فرزندان را دوست داشت، نوه‌ها را دوست داشت، اما دینشون را از دنیاشون بیشتر اهمیت میداد. این نکته برای ما به عنوان الگو قابل توجه است. دنیای فرزندانمون را خوب بکنیم، خدمتشون بکنیم، اما دینشون ترجیح دارد. در روایات می آید که با وجودی که فاطمه را اینقدر دوست داشت و حسنین را اینقدر دوست داشت، روزی آمد خانه فاطمه و فاطمه یک چادری، یک پرده‌ای که منقش بود و زیبایی داشت، این را آویزان کرده بود
و دستبندهایی بر دست حسن و حسین از نقره بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم پریشان شدند و از چهرهش آثار ناراضگی پیدا شد که نپسندیدند، چون که اینها از خاندان نبوت بودند و از اهل بیت پیغمبر بودند و اهل بیت پیغمبر خداوند در قرآن مشخص کرده بود که ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. دار آخرت میخواهید، الله را میخواهید، رسول را میخواهید، منتظر باشید که الله برای شما اجر و پاداشی بس بزرگ آماده کرده. لذا فاطمه متوجه شد که پدر از ناراحته، فوراً دستبندها را هم برداشت و پرده را هم کشید و جمع کرد. لذا این پدری هست که فرزندانش را دوست دارد اما آخرتشون را از دنیایشون بیشتر دوست دارد. عزیزان، این الگوی ما مسلمانان هست، الگویی که قرآن به عنوان اسوه معرفی کرده. به عنوان حاکم وقتی که نگاه میکنیم سبحان الله، خیلی به عنوان یک معلم اخلاق، به عنوان یک استاد، به عنوان حاکم و قاضی، به عنوان یک فرمانده جنگ، همه الگوها که وقت اجازه نمیده و وقت خطبه هست. اما کوتاه خدمت شما عرض کنم که و باز در قسمت‌های دیگر که برای ما بسیار اهمیت داره، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک عابد چه عبادتی میکرد، به عنوان یک زاهد، به عنوان یک تلاوت کننده قرآن، به عنوان یک ذاکر الله عزوجل. اینها الگو هستند، اینها را از سیرت طیبه رسول الله صلی الله علیه و سلم باید گرفت و بر اینها باید عامل کرد. اون وقت انشاءالله دنیا و آخرت ما آباد هست. الله عزوجل همین را میفرماید در قرآن: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. ای مسلمانان، اگر خدا را دوست دارید، محب الله هستید، از من محمد صلی الله علیه وسلم پیروی بکنید. اون وقت چی میشید؟ یحببکم الله، شما محبوب الله میشید، الله شما را دوست دارد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. الله عزوجل رسول الله را الگوی کامل که دارای صفات جامع و کاملی هست برای شما قرار داده. لذا وقتی که سیرت رسول الله مورد بررسی قرار میگیرد، ما به این نیت توجه کنیم و گوش بکنیم که ما چگونه الگو برداری بکنیم، ما در زندگیمان چه عملی انجام بدهیم که الله از ما راضی باشه و روح رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما خوشنود باشه. الله عزوجل به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید، به ما توفیق بده در تمام ابعاد زندگی ما سیرت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را و سنت آن حضرت صلی الله علیه و سلم را احیا بکنیم. همانطوری که حضرت مفتی صاحب هفته قبل اعلام فرمودند، حضرت شیخ الاسلام حفظه الله در سفر عمره تشریف دارند و ان شاء الله روز یک شنبه بازگشت ایشون هست. روز یک شنبه پرواز مستقیم به زاهدان هست ان شاء الله و حتما ایشون معمولشون این است که همیشه تشریف می آورند، به مسجد می آیند و نمازی می خوانند و دعایی می کنند و کسی که از خانه خدا برمی گردد، حضرت شیخ که استاد همه ما هستند و ما به هر حال نسبت به این عبد صالح حسن ظن داریم که یکی از بندگان مقبول و مستجاب الدعوات هستند. اما وقتی که کسی که از سفر خانه خدا بیاید هم به هر حال مستجاب الدعوات هست. انشاءالله اون عزیزانی که فرصت کردن سعی کنن به مسجد خودشون را برسانن، شاید در فرودگاه ازدحام زیاد باشد، حجاج دیگر و معتمرین دیگر هم هستند. الله عزوجل به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. اقول قولی هذا واستغفر الله